و یفتاح جلعادی بهادور جسور بود و او پسر زنی زیناکار بود و یفتاح را جلعاد به دنیا آورده بود و زن جلعاد پسران برای او زایید و هنگامی که پسران زنش کلان شدند یفتاح را به در رانده به او گفتند تو در خانه پدر ما میراث نخواهی گرفت زیرا که تو پسر زنی دیگری هستی. و یفتاح از پیش برادرانش گریخته در زمین توب مسکن گرفت و مردم بینوا نزد یفتاح جمع شده با او تاخت و تاز میکردند. و پس از مدت چنین واقع شد که بنی عمون با اسرائیل جنگ کردند و هنگامی که بنی عمون با اسرائیل جنگ میکردند پیران جلعاد رفتند تا که یفتاح را از زمین توب دعوت نمایند و به یفتاح گفتند بیا و سرکرده ما باش تا که با بنی عمون جنگ کنیم. و یفتاح به پیران جلعاد گفت شما آخر از من نفرت داشتید و مرا از خانه پدرم به در راندید و چرا اکنون در وقت تنگی خود نزد من آمده اید؟ و پیران جلعاد به یفتاح گفتند از آن سبب اکنون نزد تو برگشته ایم که تو با ما رفته و مقابل بنی عمون جنگ کنی و برای ما و همه ساکنان جلعاد پیشوا باشی. و یفتاح به پیران جلعاد گفت اگر شما مرا برای جنگیدن بر ضد بنی عمون برگردانید و خداوند آنها را به من تسلیم نماید پس من پیشوای شما خواهم بود. و پیران جلعاد به یفتاح گفتند خداوند در میان ما شاهد باشد که ما یقینا موافق سخن تو عمل خواهیم کرد. و یفتاح با پیران جلعاد روانه شد و قوم او را بر خود پیشوا و سرکرده تعیین نمودند. و یفتاح همه سخنانش را به حضور خداوند در مصفا به زبان راند.